سلام، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. با حل یک سوال از مرحله اول المپیاد ریاضی 1401 در خدمتتون هستم. اگه fn به صورت n در n به علاوه 1 n به علاوه 2 n به علاوه 3 به علاوه 1 باشد، چند عدد طبیعیه که n کوچکتر از 1000 باشه وجود دارد که برای هر کدام از آنها fn بر 25 بخش پذیر است. بریم حلش کنیم. بچه‌ها برای این عبارتمون رو میخوایم ساده تر کنیم. ببینید اگه n و n به علاوه 3 رو با هم دیگه در نظر بگیریم، در هم ضرب بکنیم این دو رو، fn میشه n2 به علاوه 3. حالا اگر و این دو رو با هم در نظر n به علاوه 1 در n به علاوه 2 با اتحاد جمله مشترک اگه حلش کنیم میشه n2 به علاوه 3n به علاوه 2 یه مثبت 1 هم که اینجا داریم. خب بچه‌ها ببینید توی این قسمت برای اینکه راحت تر حل بکنیم بیان تغییر متغیر بدیم. n2 به علاوه 3n رو یه xی در نظر بگیریم، این x باشه اینم x که اینطور میشه x در x به علاوه 2 به علاوه 1. x در x به علاوه 2 میشه x2 به علاوه 2x، یه به علاوه 1 هم داریم. این اتحاد چی هست؟ این اتحاد مربع، یعنی میشه x به علاوه 1 به توان 2. خب پس ببین fn ما به صورت x به علاوه 1 به توان 2 در اومد. حالا x ما طبق قرارداد چی بود؟ n2 به علاوه 3. به جای x n2 به علاوه 3n بذارم، میشه n2 به علاوه 3n به علاوه 1 به توان 2. خب طبق خواسته مثلمون میخوایم ببینیم به ازای چه مقادیری از n fn بر 25 بخش پذیره. در صورت fn بر 25 بخش پذیره که n2 به علاوه 3n به علاوه 1 به توان 2، باقی ماندش بر 5 چی باشه؟ 0 باشه. خب بچه‌ها در صورتی که توان دوم یک عدد بر 5 بخش پذیر، ببخشید اینجا باید می‌نوشتم 25، در صورتی توان دوم یک عدد بر 25 بخش پذیر هستش که خود همون عدد بر 5 بخش پذیر باشه، یعنی n2 به علاوه 3n به علاوه 1 بر 5 بخش پذیر باشه، باقی ماندهش بر 5 0 باشه. خب بچه‌ها توی این قسمت دقت بکنید. تو هم نهشتی ما میتونیم ضرایب صحیحی از پیمانه رو به هر طرف کم و یا اضافه بکنیم. من الان 5n که ضریب صحیحی از پیمانمون که 5 هست رو از این سمت کم میکنم. خب میشه n2 به علاوه 3n به علاوه 1 منهای 5n. خب این بر باقی ماندهش بر 5 0. خب این دو رو ببینید با هم دیگه، مثبت 3 منفی 5n میشه منفی 2n، پس میشه n2 منهای 2n به علاوه 1 باقی ماندهش بر 5 0. باز اینجا چی داریم بچه؟ اینجا اتحاد مربع داریم، یعنی میشه n2 منهای n منهای 1 به توان 2 بر 5 بخش پذیره. خب بچه در صورتی توان دوم یک عدد بر 5 بخش پذیره که خود اون عدد هم بر 5 بخش پذیر باشه، یعنی الان n منهای 1 ما به چه صورت در میاد؟ به صورت 5k در میاد، یا n ما به صورت 5k به علاوه 1 در میاد، چون به 5 n منهای 1 به 5 بخش پذیره. خب شرط ما این بودش که n عدد طبیعی باشه و کوچکتر از 1000، پس باید 5k به علاوه 1 ما بزرگتر مساوی 1 باشه و کوچکتر از چی؟ 1000 باشه، چون عدد طبیعیه. خب از طرفین یه منفی 1 کم میکنیم، اینجا میشه، اینجا ننویسم، اینجا میشه 0، اینجا میشه 5k و اینجا میشه 999. خب طرفین رو به این 5 تقسیم میکنیم، میشه 0 5 کوچکتر از 999 تقسیم بر 5 میشه 199 و خورده. 199 و خورده. خب بچه ها اینجا چرا 5 نوشتم جات کا نوشتم؟ خب کا توی این بازه هست. چه تعداد کا داریم که طبیعی باشه توی این بازه؟ کای من میشه 200 تا.
از گزینه 4 صحیح هستش. امیدوارم براتون مفید بوده باشه.